رسول صلی الله علیه وسلم فرمود اگر یک زن شوهر در بستر خود طلب میکنه و این زن در حالی که عذر شرعی نداره و در بستر نمیآید، تا صبح فرشتگان خدا این لعنت میکنه. و دو کس نمازش از پیش گوشش بالا نمیره، یعنی از پیش گوشش بالا نمیره، خدا قبول نمیکنه. یکی همون زنی که شوهرش از پیشش ناراض است و بهشت داخل نمیشه او زنی که شوهر از پیشش ناراض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بخاری مگر نشنیدی که گفت ای زنا اکثر شما را در جهنم دیدم. یک زن بلند شد و بما یا رسول الله، برای چی؟ فرمود تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. علت ای که شما به جهنم میرین ناسپاسی شوهرانتان است که یک تا میگه 6 تا شما میگی. آخه من همیشه به خواهرام میگم یک مشت مرد بزنه دیگه تو خسته نمیتونی. خب تو قواره بکن سر یک کسی که زورش داشته باشه. خب درست یک مرد حلیمی داری که بسر تو دست بالا نمیکنه، هرچی دشنامش میتی سر از بیچاره خم است. این خب به این معنا نیست که تو از او که قوی تر هستی. او شاید خیلی با آب باشه، خیلی با آبرو باشه، خیلی شخصیت باشه، خیلی خدا ترس باشه، نمیخوای ظلم بکنه. آره تو وقت فضای گرم خانه را برهم زدی، کی نقص کرده؟ تو خودت نقص کردی. اگر شوهر رفت زن دوم گرفت پس چیکار میکنی؟ اگر شوهر زن دوم نگرفت یک لاابالی شد رفت به گناه و معصیت دست زد، باز چیکار میکنی؟ آخرت خودت هم خراب، آخرت از اون خراب. باز فرزندای تو چی میشه؟ از این فرزندای چی توقع برده میشه؟ خب باز وقتی که دختر فردا بزرگ کردی شوهر دادی، به او چی نصیحت میکنی؟ میگی به شوهرت خیلی احترام داشته باش. از کجا؟ او خبرت نمیگه مادر جان زندگی پدرم خودتو بدبخت کرده، تو حال آمده پیش ما دعوتگر جور شدی. خوب بچه دختر مردم با امرای شرقم رفتار میکنه، با تو دیده که تو چه کار کردی. به خاطر که مادر مدرسه است. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. مادر مدرسه است. مادر ساخته شد ملت نجیب در جامعه تقدیم میکنه. وقتی که مادر اطاعت و فرمان برداری شوهر نکنه، اطاعت و فرمان برداری خدا را نمیکنه. چون یکی از اطاعت و فرمان برداری خدا علامه‌ش نیست که زن باید اطاعت شوهر خدا بکنه. حتی در صدر اول بزرگانی که سابق تیر شدن، حضرت عمر مختار وقتی که داخل میشد خیمه پخش بود، زنش خیمه را بالا میگرفت. یک روز عمر مختار داخل شد خیمه را بالا گرفت که عمر مختار سر خود خم نکنه. برش گفت چوری کار کردی؟ گفت شوهرم غیر از با پیشگاه خدا شوهرم در برابر هیچ کس باید سر خود خم نکنه. اینم زنا خیمه را بالا گرفت که سر در برابر کسی خم نباید شود. به این خاطر بود عمر مختار تاریخ ساز شد. 20 سال با ایتالیا جنگید، 20 سال شیر پیر صحرا. بهترین درس برای جوانان در طول تاریخ داد، تاریخ ساز شد. به خاطر که در پشت هر مرد موفق میگه دست یک زن است. بهترین وزیر پیامبر خدیجه نبود؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود الله نه مثل خدیجه به من داده نه خواهد داد. یک روز حضرت عایشه مادر درباره خدیجه صحبت شد، یک کمک عایشه مادر ناراحت شده، گفتن خدا از او بهتره به تو داده. پیامبر فرمود نه خدا مثل خدیجه به من داده و نه خواهدم داد. اینقدر جایگاه خدیجه بلند شد. خودش یک زن بیوه بود، 2 تا شوهر قبلا کرده بود، ولی چقدر زن بزرگی بود، با دل بزرگ خودش کل ثروت و سرمایه خود آورد همه در پای شوهر خود ریخت، گفت در خدمت اسلام صرف بکن.